خوشحال خان خټک شاعر، جنگجو و پیامی که امروز هم زنده است. آیا می دانستید مردی که بیش از 300 سال پی زندگی می کرد هنوز هم می تواند برای نسل امروز پیام داشته باشد؟ مردی که هم شمشیر به دست می گرفت و هم قلم، هم در میدان نبرد می جنگید و هم در میدان اندیشه. نام او خوشحال خان خټک است. اما چرا پس از گذشت قرنها هنوز از او سخن گفته می شود؟ داستان از سال 1613 میلادی آغاز می شود. در اکور خټک، کودکی به دنیا آمد که بعدها به یکی از مشهورترین چهره‌های تاریخ پشتونها تبدیل شد. آن کودک خوشحال خان خټک بود. او در زمان زندگی می کرد که سرنوشت ملت‌ها در میدان‌های جنگ تعیین می شد. اما خوشحال خان تنها یک جنگجو نبود. او شاعر بزرگ، متفکر آگاه و رهبر تأثیرگذار بود که می خواست مردمش بیدار، متحد و سربلند باشند. خوشحال بابا درباره خود چنین می گوید: د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانه خوشحال خټک یم. یعنی برای دفاع از عزت افغان شمشیر بر کمر بستم. من خوشحال خټک، مرد غیرتمند این روزگارم. این تنها یک بیت شعر نیست، این خلاصه تمام زندگی اوست. او برای عزت و آزادی مردمش جنگید، اما در کنار شمشیر سلاح دیگری هم داشت: قلم. او یکی از بزرگترین شاعران زبان پشتو شد. در اشعارش از غیرت، آزادی، دانش، اتحاد و عزت سخن گفت. او باور داشت که جهل دشمن ملت هاست و آگاهی سرچشمه قدرت. اما شاید چیزی که بسیاری نمیدانند این باشد که خوشحال خان به زبان فارسی نیز شعر می سرود. اشعار فارسی او نشان می دهد که تا چه اندازه با ادبیات و فرهنگ زمان خود آشنا بوده است. پیر ما از می پرستی توبه فرماید مرا، الله الله وقت گل این توبه می شاید مرا. و در جای دیگر می گوید: نوبهار و می و معشوق و جام است اینجا، زهد و پرهیز و ورع را چه مقام است اینجا. این اشعار چهره دیگر از خوشحال بابا را نشان می دهد. مردی که در کنار دلاوری روح لطیف و اندیشه آزاد داشت. اما حالا یک سوال مهم: اگر خوشحال خان خټک امروز زنده می بود به وضعیت پشتونها چی می گفت؟ آیا باز هم مردمش را به گرفتن شمشیر دعوت می کرد؟ احتمالا نه، زیرا جهان تغییر کرده است. امروز سرنوشت ملت‌ها نه در میدان‌های جنگ بلکه در دانشگاه‌ها، پوهنتون‌ها، آزمایشگاه‌ها، شرکت‌های فناوری و تکنولوژی و مراکز علمی رقم می‌خورد. شاید خوشحال بابا امروز به جوانان پشتون چنین میگفت: شمشیر امروز شما دانش است، سنگر امروز شما مکتب و دانشگاه است. اگر عزت می‌خواهید علم بیاموزید،
اگر آزادی می خواهید آگاه باشید و اگر قدرت می خواهید متحد بمانید. او احتمالاً هشدار می‌داد که اختلافات کوچک، دشمنی‌های بیهوده و تفرقه هیچ آینده نمی‌سازد، زیرا قومی که متحد باشد پیشرفت می‌کند و ملتی که دانش را با غیرت همراه سازد آینده را از آن خود خواهد کرد. خوشحال خان بیش از 300 سال پیش از دنیا رفت، اما پیام او هنوز زنده است. پیام درباره عزت، درباره آزادی، درباره دانش و درباره اتحاد. شاید بزرگترین درس خوشحال بابا برای نسل امروز این باشد: به گذشته خود افتخار کنید اما آینده را بسازید. خوشحال خان خطک رفت، اما صدای او هنوز در میان کوههای سرزمین افغانها ترین انداز است. صدایی که می گفت بیدار باش، بیاموز، متحد بمان و برای سربلندی مردم خود تلاش کن. اگر این ویدیو را پسندیدید لایک کنید، کانال را سابسکرایب کنید و در کامنت ها بنویسید به نظر شما مهمترین پیام خوشحال بابا برای نسل امروز چیست؟